سلام، روزتون بخیر. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم یه پستی را آماده کنیم در خصوص این کیف زیبامون که طراحی شده. اسم این کیف زیبا رو من یالین گذاشتم که از چرم گوسفندی و چاپ شیرینگل برند چرم البرز که برند چرم خودمون هستش. ما خودمون تولید کننده چرم البرز هستیم. حالا ما تکیشون میکنیم این زیر این پست و شماره مدیریت هم میذاریم که بیشتر با کاراشون آشنا بشید. بیشتر کیف‌های ما از تولید به مصرف هستش. این کیف به شدت نرم و لطیف و سبک هستش. یک زیپ پشتش طراحی شده، داخلش همینطور یه زیپ کوچولو و یک جیب داره. تمام جزئیاتش رو من براتون فیلم میگیرم و استوری میکنم، از نمای از پوستش و اینکه کار تمیز هستش یا نه برای دریافت قیمت. سلام، روزتون بخیر. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم یه پستی را آماده کنیم در خصوص این کیف زیبامون که طراحی شده. اسم این کیف زیبا رو من یالین گذاشتم که از چرم گوسفندی و چاپ شیرینگل برند چرم البرز که برند چرم خودمون هستش. ما خودمون تولید کننده چرم البرز هستیم. حالا ما تکیشون میکنیم این زیر این پست و شماره مدیریت هم میذاریم که بیشتر با کاراشون آشنا بشید. بیشتر کیف‌های ما از تولید به مصرف هستش. این کیف به شدت نرم و لطیف و سبک هستش. یک زیپ پشتش طراحی شده، داخلش همینطور یه زیپ کوچولو و یک جیب داره. تمام جزئیاتش رو من براتون فیلم میگیرم و استوری میکنم، از نمای از پوستش و اینکه کار تمیز هستش یا نه برای دریافت قیمت. حتما شما دایرکت بدین، من پاسخ